چه بلایی داره سر بازار مسکن میاد؟ توی همین یک ماه گذشته میانگین توی تهران 6% و تو منطقه 10% افزایش قیمت داشته ملک و مسکن. اما تو همین یک ماه حدوداً 18% دلار افزایش قیمت داشته. این به این معنیه که رشد دلاری ملک و مسکن عقب مونده نسبت به خود دلار. این اصلا اتفاق خوبی نیستش، مخصوصا برای افرادی که با هدف سرمایه گذاری و حالا کسب و کاری وارد این بازار میشن و هدفشون اینه که الان بخرن با یک سودی یک مدت دیگه ای بفروشن. اگر ما بیایم در نظر بگیریم که حتی قیمت دلار تو محدوده 130,000 تومان ثابت بمونه، این باعث میشه که رکود توی بازار مسکن بدتر هم بشه، بیشتر هم بشه. و برای افرادی که هدفشون سرمایه گذاریه به شدت پیشنهاد میکنم که حتما این مسائل رو در نظر بگیرن و بعد بخوان توی این بازار سرمایه گذاری بکنن. ولی اگر کسی هدفش خرید ملک برای اینکه بخواد توش زندگی بکنه، متاسفانه خیلی دیر شده برای این کار. ولی پیشنهاد میکنم که اگر همچین هدفی دارید، همچین قصدی دارید، هر چه سریعتر اقدام کنید و ملک مورد نظرتون رو بخرید. مسئله بعدی هم که سر مسکن هست، خیلی‌ها دارن این روزا پیام میدن که ما خونمون رو می‌خوایم بفروشیم، تبدیل به طلا کنیم. اصلا این رو پیشنهاد نمی‌کنم. ملکی که توش دارید زندگی می‌کنید رو لطفاً نفروشید، به خاطر اینکه اگر امروز بفروشید شرایط بازار طلا و دلار یه حالت خاصی قرار گرفته و این باعث میشه که شما از بازار جا بمونید و حتی همون خونه‌ای که توش زندگی می‌کردید رو متاسفانه شاید نتونید بخرید. این ویدیو رو لطفاً برای هر کسی که فکر می‌کنید توی شرایطی قرار داره که این مباحث به دردش می‌خوره حتما بفرستید